بعد از دیدن این ویدیو دیگه احتمالاً به جای تلویزیون و مانیتور میگردی دنبال این عینک که تهیهش بکنی. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بزرگمهرم از دراگون شاپ. اومدیم با یه آنباکس محصول خیلی خفن، اونم عینک هوشمند TCL. این عینک در واقع یک نمایشگره که رفرش ریت 120 هرتز هم داره، با یه برایتنس خیلی با کیفیت. میتونین هر وسیله‌ای که دارین، مثل حالا میخواد گوشیتون باشه، لپتاپتون باشه، کیستون باشه و حتی کنسولتون رو بهش وصل بکنید و بهتون یه تصویر خیلی با کیفیت میده. علاوه بر این عینک روی دسته هاش هم، حالا همونطور که داریم بازش میکنیم، روی دسته هاش هم دو تا اسپیکر داره که خروجی صدا هم میتونین ازش بگیرین. یعنی علاوه بر تصویر، صدا هم داریم. به درد چه کسایی میخوره؟ اونایی که شاید توی خونه یه تلویزیون دارن و ممکنه مثلا با حالا اعضای خانواده سر این درگیر بشن که آقا من میخوام بازی بکنم، من میخوام فوتبال ببینم یا حالا هر چیز دیگه. این خودش انگار یه تلویزیونه، یه نمایشگره که میتونین خیلی شخصی ازش استفاده بکنی. یا زمانی که توی شب همه خوابن، میتونین این عینک رو بزنین بدون اینکه مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنی، چه از نظر تصویری چه از نظر صدایی. باز از این عینک استفاده بکنین. همونطور که از نزدیک هم میبینین، داخل عینک دو تا لنز هست که در واقع اون تصویر رو به شما میده. زمانی که به گوشیتون وصل میکنین، ما اینجا تست کردیم با گوشه اندروید که وصل کردیم، با برنامه سامسونگ دکس که متصل شدیم، یک در واقع رابط کاربری شبیه به رابط کاربری ویندوز به ما داد که وبگردی به شدت باش کیف میداد. میتونید فیلم ببینین، بازی کنین، هر کاری که میخواین بکنین بدون هیچ دیلی میتونین از این عینک استفاده بکنین و به شدت هم کیفیت بالایی داره که میتونین برایتنسش هم تنظیم بکنین. روی دستش یه جای تنظیم برایتنس داره که میتونین نور صفحه رو کم و زیاد بکنین. مثلا توی جاهایی که پر نوره، نور برایتنس اینم بالا ببرین، زمانی هم که کم نوره، نورش رو بیارین پایین‌تر. علاوه بر این، روی اون یکی دستش هم میتونین ولوم این دستگاه رو تنظیم بکنین، صدا رو کم و زیاد بکنین. از این نظر دو تا در واقع متغیر داره روی خودش، یکی برایتنس، یکی هم ولوم صداشه. بچه‌ها این محصول بدون کابل استفاده نمیشه، یعنی حتما باید به صورت سیمی استفاده بشه. سیمی هم که داره، یه طرفش پورت تایپ سیه که در واقع وصلش میکنین به دستگاهتون، یه طرف دیگه‌ش هم یک حالت مگنتی آهنربایی داره که وصل میشه به خود این عینک و شما میزنین و از طریق این کابل هم متصلش میکنین به حالا گوشیتون یا حالا چیز دیگه. اگه کنسول دارین، نمیتونین تایپ سی رو مستقیم بهش بزنین، بعد اول تایپ سی رو وصل بکنین به تبدیل تایپ سی و HDMI، بعد از طریق اون وصل بکنین به کنسول و راحت ازش استفاده بکنین. میگم فقط هم برای بازی نیست، شما میتونین باش وبگردی بکنین، میتونین فیلم ببینین، موزیک گوش کنین یا حالا هر کار دیگه‌ای که دارین. خیلی هم استفاده ازش راحته و محصول به شدت با کیفیتی هم هست. قیمتش توی حالا این روزهایی که ما داریم ویدیو رو ضبط میکنیم بین 23-24 میلیون تومنه، یعنی در تاریخ انتشار این ویدیو این حدود قیمت رو داره. توی جعبش هم بجز این کابل و خود عینک دیگه تقریبا چیزی نیست. یه دونه محافظ خود عینک رو داره و جدا از اون یک پکیجی هم داره که حالا میریم باز بکنیم ببینیم توی این چیه. دفترچه است، یه دونه در واقع این دستمال عینکه، توی جعبش دو تا عدسی زاپاس داره و پدای طبی هم باز زاپاسش رو داره که حالا یه زمان خواستین عوض بکنین میتونین از اونا استفاده بکنین. به جز اینها دیگه توی جعبش چیزی نیست. و البته خود محصول، میگم اگه دنبال عینک هستین، این عینک گرونی حساب میشه ولی میتونه جایگزین مناسبی هم به عنوان هندزفری باشه، به عنوان ایرباد یا ایرپادی که دارین، هم میتونه جایگزین مناسبی برای نمایشگری باشه که دارین ازش استفاده میکنین. یعنی اگه مثلا میخواین مانیتور تهیه بکنین یا تلویزیون تهیه بکنین، خب میتونین با هزینه کمتری این گجت جذاب رو تهیه بکنین. البته یه مشکلی که این عینک داره توی حالا استفاده هایی که ما داشتیم، البته کوتاه مدت، یک مقدار هم حس سنگینی به ما میداد، هم علاوه بر این ممکنه اگه موشن سیکنس داشته باشین حالت تهوع بگیرین یا سرگیجه بگیرین توی استفاده طولانی مدت ازش. اما خوبیاش چیه؟ خوبیش اینه که شما میتونین توی رخت خواب، روی صندلی، روی زمین، هر جا که هستین از این عینک استفاده بکنین و اون تصویر
با کیفیتی که میخواین، حالا چه برای دیدن ویدیو، چه برای دیدن فیلم یا برای بازی کردن، رو از این دستگاه بگیرید. نظر شما چیه؟ به نظر شما این گجت میتونه بیاد جای تلویزیون و یا مانیتور شما رو بگیره و شما صرفا با تهیه این عینک بیاین دیگه حالا مانیتور یا تلویزیون نخرین؟ از نظر من این عینک نمیتونه جای مانیتور یا تلویزیونتون رو بگیره، بلکه میتونه یک دستگاه در کنار اون باشه. زمانی که کسی داره از تلویزیون استفاده میکنه یا مانیتورتون مشغوله یا میخواین درازکش بازی کنین، فیلم ببینین یا حالا کارهای دیگه بکنین یا وبگردیتون رو میخواین روی صفحه بزرگتر انجام بدین، میتونین در واقع این محصول رو در کنار بقیه نمایشگرهاتون داشته باشین، در کنار گوشیتون، مانیتورتون یا تلویزیونتون. نظراتتون رو برامون بنویسین که آیا این دستگاه ارزش خرید داره یا نه. اگه محصول دیگه‌ای هم دوست دارین آنباکس رو بررسی بکنیم، حتما توی بخش کامنت برامون بنویسین.